توجیکونتیجه تقدیم میکند. گریه نکن آشا جون، گریه نکن آشا جون. ایست خانه چه شدو به خانه دروی به خانه اون رمول طرفیه درو با درون درو به درون دروی. چی بازی است رئیس؟ آرام شو کندی درو. چی بازی است؟ با این طرف گذار. اکا ایست یک طرف با این طرف گذار. به طرف راست. حسابی نور از شما میپرسم. با این طرف بس. ایست آرام بچه‌ها. مراد ایست آرام. آچمو یوز با تو امانت. هوشیار خودت را به دست گیر. ایست اکا خودت را به دست گیر. واقع شا دروی حیف بود با تو علی دروی به خانه دروی به خانه تو دروی. دو مردی ایست میخواهم برایت توف کنم اما دلم با تو میسوزد. تو آدمی بیچاره‌ای. رفتی حالا ببین آرام پسرم درو به خانه. بیا میرویم. خان زن رئیس درو درت رو پوش. درو ای کن میرویم. باز رو برو میشه. بیا لعنتی ها چی خیل میکنن این کار رو؟ مرادیست بچه. پونچه؟ اون تا پونچه چی کار دارد اونجا؟ ژاندارم که اومد اکاد اینها را اینجا موند. این خط را مراد خواند گفت. بعد از نصف شب تو را در جنگل در لبی دره انتظار میشوم. اوچه من نزدیک الیفاپا میروم. ایست پسرم. اوچه تا پونچه را مان به سرت بلا نگیر. دعا کنید که نرفته باشد اوچه، چون که خلاص شدن اکم از الیفاپا وابسته. الیف پیدا شود یوسف هم خلاص می شود. بچم اوچه
اوچا تمام شد. کار تمام شد. ژاندارم‌ها یوسف را بردند. شیر بچه های من. چیکار کردنش رو نمیدونیست. احوالش را میدیدید بچه؟ حیران بود و گرنگ مینگریست. خنک خوردید بچه هایم. در حال شوربا بیارد خورده گرم شوید. ساکنه. کار یوسف تمام. اما الیف در کجا باشد؟ چی شد؟ ترسیدی؟ باید جسور باشی. بیا کنی. حاضر وقت ترسیدن است یوز. نغزمون. خانه به تو امانت. مردی خانه توی. التماس با دقت باش بچه. همراه یوسف اکم برمیگردیم. وعده میدهم. با همراه یوسف اکم برمیگردیم. راحت سفید بود بچه. اوچا حقتان رو حلال کنید. برای چی این خیل میگویی پسرم؟ چی دونم؟ از دلم آمد. حلال باشد بچه. حلال باشد. تو هم حقت رو حلال کن. حلال شود اکر. پسرم. در کجا یوسف؟ در کجا؟ چرا نآمدی یوسف؟ حالا که من فکر میکردم میایی. خیر چرا میایی؟ تو مجبور نیستی یوسف. حتی هیچ نیستی. الیف، الیف، کی میدونه به سرت چی فکرهای گذشت؟
انشاءالله که به تو هیچ چیز نشده است. تو رو در اونجا تنها انتظار بودنت رو فکر کردم. دادا 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 چی گپ؟ چی شد جما؟ دادا او چم سخت بیمار است. تماما آرامی نیست در این خانه. یک بار آرامک خواب کردن توانستم. دادا هر چی کردم حرارتش پس نشد. رو تا سحر مادرت نقل می شود. پروا نکن. رو خواب کن. پگاه در قهوه خانه گرنگ نشوی. اما دادا او چم الیف پاپا الیف پاپا کجا یوریده؟ پسرم الیف پاپا الیف پاپا یوسف الیف پاپا مراد الیف پاپا مراد مراد خدا رو شکر که اینجایی نرفته. یوسف کجاست؟ چرا ناومد؟ چی شد نشو یک میدانسته؟ چی شد مراد؟ یا که یوسف کم چی شد به یوسف؟ التماس گوی مراد به یوسف چی شد؟ ژاندارما بردم یوسف رو اما چرا؟ رئیس و قرجانی ها شما را گریزان پنهان کرد گفته خبر دادم. این تهمت دروغ خودی. ای از من باز راهی به قرجانی ها خود رو شیرین کردن رو یافت. مرا چه خیلی یافتی؟ خطی با اکم نوشتتان رو یافتم. خیریت که نرفته اید الیف پاپا، خیریت که انتظارش ده نباشد من چخیل میافتم شما رو. کنی مراد زودتر رویم رفته به ژاندارم حقیقت رو گوییم. مراد تو خوبی؟ خوبم. از خانه به هیچ کجا نرو یوز. مریم مریم
برو اینجا. گرسنه نیستم. مریم به شما اشتهایت. من میخواسته گشت را کند. کنی بینیم تا به کجا میرسد. همه چشم پشت یوسف تقامه. آفرین عمر، حلالت بود. یوسف گناهگار است. آفرین. بیا عبدی، میرویم. امروز کارهای زیاد داریم. عبدی، امروز به تو عروس بینی میروم. خیلی عروس چی میگویند اینها؟ فکرش حالا هم به الیف، اما من او را فراموش میکنم. خوبی مرود؟ اپا نون داشتم. کمی دم گیره. مالش بیا. سعید بابا، سعید بابا. اوش خاله بخیر. سعید بابا، نپرسید چی ها شد. ژاندارم ها یوسف را بردن شب. چی؟ یا با گپی شیطان در اومده با عبدی یگان کن. بچه‌ام را تهمت کردند سعید بابا. علی جنگیز الیف را دوستیده پنهان میکند گفته است به ژاندارم ها. کنی راه گرد به دیدن یوسف میروین. من هم به شما همین رو گفتنی بودم. یک رفته بینیم یوسف را. خطی الیف به یوسف فرستاده‌اش را یافتیم. یوسف را در لبی دره پزمان میشده است. این خوش خبر است. مراد الیف را گفتنی رفت. او را گرفته به شعبه میبرد. از سلامت بدن الیف خیلی شاد شدم. با این سبب یوسف هم از تهمت خلاص می شود. انشالله سید بابا، انشالله. رفتیم، انا همین خیر. داو عبدی اکا رو خبر ده. تا موضوع چشم نکن. ایستا مراد، کمی دم گیر اینجا. بی این هم بعد از این تپه روحی کلونی هست. من یکم موشی میابم که مراد رو به ناحیه ببرد. بیاید زودتر رویم. رفتیم. خانی گرید شکمتان را سیر کنید. زود حرکت کنید. این خیلی نیستید. راست به خواجگی می رویم. 1 2 3 4 5 6 از پسم بیایید.
دینا شب یوسف را بردن. الیف را گورزونده پینون کرده است. براستی؟ براستی. و دختر هم معقول هم نبوده است. سلام علیکم. علیکم السلام. خیرات که چای خونه رو میکنه. خیراته. گیر رایی. این به چوی خونه میشه قرارونه هم رو خیلی از گرفتن چی نکردم. بید بذارید. مرحمت همون جای خودمون برم همون چای بیشتر سرخ شویدم. راه گردید چی شد آخر؟ چی گپ شد؟ چی نگاه میکنید؟ رفتیم زودتر. دینا شب ژاندارما یوسف رو بسیار عذاب داد مادری بیچاره رو. کنی دختر الیف رو من نگریزاندم. حالا تو نگریزوندی ها؟ امکت رئیس دروغ میگفت است یعنی امکت هم با مقابل تو گپ میزنه. چقدر دیگه این کار میکنی؟ دختر رو کجا پینان کردی؟ نه میدانم. نمیدونی ها؟ راست و خیر تو هم راست میگویی. من سوال رو درست دادم. دختر رو کجا کردی؟ با فکرم تو رو کشتی ها؟ همه اینها سفسطه. تکرار میگویم درباره الیف یگان چیز نمیدانم. گوش کنه. یک رب بودنی تو رو خلیل و رئیس به من گفته بودن. معلم باز معلم بوده است. شرم نمیداری ها؟ باز مردمی بیچاره به تو باور کرده فرزندانشان رو نزد تو میفرستونن. اصلا تو به این لباس حربی زیبنده نیستی. شأن و شرف این لباس رو پس کردی. تو رو با چند پول خریداری کردن؟ با چند پول خریداری کردن بگو. چی گفتی ابله؟ ابله تو با این گپ ها چی گفتنی ها؟ وزیر من به تو ابله نشان میدیم. طورش نکن دیگر رویت را عبدی. یوسف جزایش را دید. الیف چی؟ الیف حال هم نیست کو رئیس؟ زیغ نشو عبدی. اینش هم خود به خود حل می شود. اگر الیف را یوسف پنهان کرده باشد سرجنت ما یوسف را بلبل بر این می خواند. اگر یوسف نگریزانده باشد الیف در نهایت خبردار می شود و یوسف را خلاص کنم گفته خودش می آید. پروا نکن همش حل می شود. ای رئیس اگر الیف پیدا شود بعد چی می شود؟ باز چی می شد عبدی؟ چشممون را کلان می کشویم. الیف که به میدان برآمد من به خواجگی می روم. عبدی تو هم دیر نمان. رفته دکان را کشو. کار و بارمان را بینیم. بچه بیودن نشینید. مکتب امروز کشوده نمی شود. کی کشوده می شود؟ کی کشوده می شود؟ هنوز معلوم نیست. یوسفی معلم رو ژاندارمان بردن. یا خدا یوسف. برای چی بردن معلمه؟ ژاندارمه ها آدمای بد میبرن کو.
اما یوسف معلم انسان خوب است کو. یوسف نیست. عبدی اکا چی شد؟ الیف را یافتیم اکا. یافتید؟ کنی در کجا؟ از چشم ازور کمی بلوتر برای کلام بر اومدنیان. حسن را اونجا موندم و خودم نزد شما راه گرد میروید. راه گرد. بیا انا به این طرف. در اینجا کمی دیگر رفتیم. در این طرف از این طرف آسان‌تر است. الیف کمتر مان الیف اپا. اینجا رو هم گذاشتیم روی کلام نشود. یک آواز شنیدم مراد. کسی نیست. رفتیم. مرحمت، خوش آمدید. الیف با ما یگان سلام نیست می؟ خاطر شدم الیف، خاطر شدم از تو الیف. آدمانی گفتگیتون با اینجا ناومدن. در راه بودگیستم کمتر پس می آیند. گوش کنید، در اینجا شدن ممکن است. بچه هم یوسف رو میدیدین؟ نمی شود، من است. به اینم وقتی زیادم رو گرفتید. حالا برایید. به اینم کارم زیاد است. من این را باید بیشتر درک میکردم. بیا ایشه خاله، بیا. یوسف بچم رو چرا دیدن نمیمونید؟ چی کار کرده دو را؟ بیهوده آوارا نشم، تو را نمیفهمن.
میگذرد جیمو میگذرد. داروی دردش را ده. دادا اوچا هم گشته نمیتواند حتی و بیمارخانه بردن لازم. زودتر باشد. خیال کردی که از دستم میگریزی الیف؟ ها؟ از روحم گریز عبدی. گریز. اکنون تمام رسیدی الیف. بین از اینجا دیگر راه نیست، لکنون در دستم الیف. اکنون از منی. گریز احتیاط کن خدا رو. گریز بگ شو گریز بگ مراد احتیاط کن خدا رو. مراد داشو چی؟ داشو بایست عبد سردی رو یکی میپرونم. الیف سلیو را پرتو. نیست نستیگ نشد. الیف سلیو را پرتو میگویم. مرا نمیپرانی. سردی رو تو این رو کردن نمیتوانی. چنان میکنم که عبدی. من با تو چیکار کردم؟ من با تو چی بودی کردم؟ من تنها تو را دوست داشتم. توی کردن خواستم. بایست الیف اویش خالا خوب هستی؟ دلم گویا با دلم خورد زدم. شین فوق اینجا شین. کمی دم گیر. این از اون است که تو بسیار غم خوردی. توموگرافی کنید تحلیل خونسخوار. این دکترها هم واهمه میکنند ای زنک کشتی مرا. با جایی که در قهوه خانه کیف کرده شینم در بیمارخانه ها افگار میگردم. ای شکر کارمون تموم شد. می همشیر خانم هنوز نه. دکتر نتیجه ها رو دیده قرار میدهد. شما انتظار شوید، من به شما خبر میدهم. ای زنک
دو سه شپاتی زدم گفته عذابی کشاندهت را بین. بسیار احوالم وزنین است علی جنگیز. این دفعه احوالم وزنین است. داماد رو گیر یا هارو من میبندم دکتر شما رو انتظار. مایلش بیمار یک مدت خواب رفتنش لازم. خواب رفتن می؟ یک چند تشخیص دیگر کردنمون در کار. تا آن دم زیر نظارتمون میگیریم. من بیمار رو به حجره‌اش میبرم. شما با دکتر صحبت کنید. راست میگوید دکتر؟ باز یگان خطاگی نشده باشد؟ صد افسوس که نه. در معاینه سر زنتان ممس است و میترسم که خطرناک است. چه خیل؟ یعنی سرطان. سرطان؟ سرطان؟ میمورد؟ چه خیل فهمونم. خطر مردنش نیست تو، اما وظیفه ما بیماران رو طبابت کردن است. بعد از تشخیص‌های لازمه را کردن شرط طبابت را عمیق میکنیم. آیشه خانم چی شد؟ یگان کس آمد؟ اینقدر وقت گذشت حالا هم نیستن سید بابا. یعنی که مراد الیف رو نیافته است، برای همین هم به اینجا نآمد. شاید به دیه برگشته باشد. شاید الیف تمامی شب تا سحر انتظار نمی شدگیست. یوسف که نآمد بیچاره دختر رفتگیست. شما چی کار کردید سید بابا؟ با ادوکت گپ زدید؟ نه، در جایش نبود. چی کار میکنیم سید بابا؟ یوسف را هم ندیدیم. با این جایم چیزی خیلی هیچگاه خودم را این خلبت حس نکرده بودم. خواطر نشوید، من یوسف را تنها گذاشتنی نیستم. پگاه بر وقت میآید. بیاید حالا به دیه گردیم آیشه خانم. در اینجا ایستادن فایده ندارد. یوسفم، یوسفم، دیدن نتوانستم. رفته. حیف شد بچه. چه خیلی افتیده است از جریب خوی وقت بچه. ما نمیافتیم اگر لقمه گرگ شغال میشد. بیاش بچه، زندگی چیز نمیشه. بیچاره، بیچاره. نصیب تقدیر بیچاره چی میکنه؟ شغال چی میکنه؟
اوچا 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 انا شد داد نزن داد خود را مانده نکنه خلیل خواب دم گیر حلیم خلیل را خبر داده میره اکد که آمد در حال داخل میرویم اوچا شما نمیدانید چی شدگی چی گپ چی گفتم نمیدانید میخوری شما گوش کنید مرا شما نمیدانید که چی گپ شد من خودم را نپروندم اوچا تو چی ها میگویی عبدی چی کار کردی کی کرد الیف را یافتم اوچا همراهش مراد بود من سلاحم را افتاندم الیف گرفته با طرفم راست کرد مراد به من هجوم کرد تو رو او پروند گشتم باید مهم نیست اوچا مراد چی کار کرد مراد از جریم به پایان افتاد مرد موچا مراد مرد عبدی تو چی ها میگی مرد احوال من چی میشد اوچا یکی ما را حبس کنند نمیخوام اوچا مریم اوچا یاری دید اوچا داد نزن عبدی بلاهایی به سرمان آوردگیت رو بین اوچا یاری دید با من اوچا من حبس شدن نمیخوام اوچا من حبس شدن نمیخوام اوچا خبشی نکنون عبدی اوی چی شد علی جنگیز خیلی گذشت چی گپ زدی با دکتر هیچ چیزی مهم نبوده یک چند تشخیص دیگر میکرده دکتر به دیها آمده رفتن مشکل میشود گفته خوابم همشیره هم پنهان میدارد میپرسم یگان چیز نمیگوید با سرم فکرهای بد میآید بین به تو چی ها آوردم علی جنگیز نقص فکر کردی شکریه من به دیها برمیگردم جه ما خواتر شدگیست التماس میکنم علی جنگیز با بچه بسیار داد نزن مایلش الیف رو باشد ما نکن الیف رو چیکار کند کردن گیرد کاری کردهش را بین در نهایت بیمار کرد تو را با این احوال رسان کمی پول ماندم تا آمدن من اینها را صرف کرده است من باز می آیم پروا نکن خدا در خانه دو مرد چی میخوریتون علاج ما را میابیم پروا نکن تو هیچ خواطر نشو در یختان خوراکی کارتاشکگی بود این بگهان رو گرم کن مایلش پروا نکن تو تیزتر صحت شد در پناه خدا رای سفید لباسه متا پای پوش روی مالچه ها تمام همینه اینها با تو بسیار میزیبم با خدا که پریزاد علف های گفتگیم رو نقض جشوندی؟ از داکه گذران عبدی خیریت که خودت رو نکشتی سلاح تازه کنی رو به تو کی مونده است خیرمی خیر شد اوچا نامدی کن مریم اپا چی گفت سوکینه چی شد
ساکینه چی شد؟ حسن مادر ساکینه چی شد؟ ساکینه چی شد خواهرم؟ با برچه علف جمع کرده می آمدم. در میدانی ده آدمو می دویدند. مراد او از جری افتیده است. مراد از جری افتیده مرده است. مریم اپا ساکینه چی ها میگویی تو؟ مراد نبودگیست. مراد مریم آرام شو دخترم، اینجا شین. مریم آرام شو. مریم اپا مراد اپا مراد مریم ما کجا؟ مراد مریم اپا مریم اپا مریم اپا مریم اپا مریم اپا مریم اپا ایست اپا ایست اپا ایست آی دادرکم ساکنه از پسش رو تنها نمان رو اوچه با کجا هیچی کنی تو با خانه برگرد. اون نیومد کنی گبرو گیر با خانه برگرد. اوچه جان به تو هر گونه لباس آوردم امینه. ای امینه ای قدرم را دان، قدرم را. آه امینه چی شد؟ بچه یوشی چی خیلی شده باشه؟ بچه یوشی که افته تو رو؟ بچه یوشی خلا مرده. Oysa kala baca. Maylaş to دیدم. اپا مریم اپا چی شد؟ چرا بیرون میکنی؟ اپا جان چی شد؟ مریم اپا جان گام زنه دختر چی شد؟ مریم اپا oyşa خولا برو بردار. اپا جان چی شد؟ مریم خودت رو با دست گیر. اپا جان چرا میگی چی شد؟ اپا جان مریم جونکم خودت با دست گیر. اپا دادرم مریم اپا چیزی نشده است بچه. مریم جان اینجا کودکم هستم. خودت با دست گیر. اونها میترسن. مریم اوچه مرادکا مریم جو اپا چی شده است برکم؟
ساکینم اوشا خولا کنی نمیدونم من از پس یپم اومدم چشون از بایدم التیماس دامال هدیت آخر چی شده اصلا دادرم رفت چی شده از آخر باکم مریم جون خدا تا بدست که ای دادرم ای جانم چیگه پس در آنجا چیگه بیا رئیس بیا جیانم دادا مراد مور چی؟ جا میگوی تو؟ از جری به پایان افتیده است مردم دهه یافتند سید بابا جموشی گفت و مرادم چی شده است و مراد و مراد چی شده است میرویم خدایا میرویم خلیل چی شده است بچه خلیل چی شده است بچه گفزا کسی چیزی نمیگوید اقلا تو گوی اوچا بیایید خانه رویم در خانه میگویم گریز گفتم خلیل گریز مرادا اوچا اوچا پسر جانم اوچا بیایید اوچا چرا فرستادم تو را چرا ماندم از مرادا تو را به مرگ فرستادم بچه اویشه بیایید اوچا اویشه اوچا اوچا اویشه دخترم این خیلی نکن آرام شوید اوچا عجل هستیم دیگر نمیشود تو چی گناه داری اوچا بیایید میرویم اوچا کسی که وقتش رسید احلاد میکوچد از اینجا اوچا بیایید رفتیم اوچا رفتیم اوچا بچه هنوز کودک بودی من از تو سر نشده بودم بچه رفتیم سرده اویشه از برای خدا سرده دنیا کراست اوچا مادری دلت میچه رفتیم اوچا اما التماس بیرون از پاست خدا پیغام و فریاد نکن اکنون ایسیان کنی هم چیکار برگردانده نمیتونی اوچا رفتیم اوچا با دست گیر خود نمیزیبه بای کشیده بوسه کنم بیا رفتیم اوچا خدایا پسر جانم پسرم اوچا بچه هنوز کودک بودی چیکار کردی تو؟ چیکار کردی ها؟ وای با تو برابر بود همسالت بود عبدی فلاکت بود اکا فلاکت والا من نکشتم فلاکت بود من نکشتم خلیل بس هست اکنون نمیبینی سانویش یرادا اکا من نکردم با تو الیف را فراموش کن گفتم خودسرانه کار نکن گفتم عبدی شد اکنون خلیل وای کشدون با پایش پرانده است اکنون چی می شود اوچا؟ الیف همش را نقل کند چی می شود؟ عبدی را حبس می کنند اوچا اکا من با حبس نمی درایم
الیف رفته همش رو نقد کند تو رو من هم خلاص کردن نمیتوانم. او گم نمیزند. الیف در دستم اکم. او رو در انبار محکم کردم. دست و پایو دهانش رو محکم کردم. او با هیچ کجا رفتن نمیتواند. نقص انا این کارت نقص. او را به دکتر بردن در کار. پاچم بسیار درد میکند. باز یک بلای دیگر آمد به سرمان. بیمارخانه را به استنتاق جواب ده. حالا ایستیم کنی. امشب رو در خانه گذراند. بس. فلاکت شده است. بچه هنگامی در جنگل گشتن از جری افتاده است. او جیانی من است. تعزیه من را قبول کنید. ما را آواره نکرده این کار را حل میکردی. باز جنازه را بین. فلان و بهمدان گپی زیادتی چی لازم؟ مرده دادر یوسف است. با او هم گفتن لازم است. با یوسف این خبری تلخ را من میگویم رئیس. تو جنازه را بردار. هرچی نباشد امکش هستی. پس از پیشین میگرانیم. من باشم رفته با یوسف خبر میدیم. مایلش قماندان سید خوجا با شما رود میشود؟ خواهی مایلش بیاید کنی. سعید بابا برای من شده به این جایها آمدید. یوسف جان هممون به این دنیا برای رفتن آمده. هرچند آفریدگار در دلمان آرزوی حیات ابدی را گذاشته است ولی به چیزی نبوده فانی امید بسته نمی شود. نمی شود البته سعید بابا. فقط وای من گفتنیم که کسی را که وقتش آید وقتش رسد زمان به سوی حق رفتنش لازم است. با عالمی ابدی و حیاتی به آخر گذشتن است. الیف مرد کی؟ مادرم سعید بابا کی؟ مراد چی ها میگوید شما؟ مراد چرا مرد؟ این ناممکن است. گه ترکی وفا کردم با یاری خود جفا کردم نمازم را قضا کردم خداوندا گناهگارم گه دادم دلی آزار نرفتم دیدنی بیمار نپرسیدم دلی افگار خداوندا گناهگارم
گهی از بنده رنجیدم جانه به حالی بنده خندیدم زی قهری تو نترسیدم خداوندا گناهگارم گهی من از پسی بنده نمودم غیبت و خنده منم پیشی تو شرمنده خداوندا گناهگارم ایا پروردگاری من بخواهم لحظه مردن از این عالم ایمان بردن خداوندا گناهگارم خداوندا گناهگارم عجب غرقی گناهم یا خداوندا تو میدانی من محشر و سیاهم یا خداوندا تو میدانی عجب غرقی گناهم یا خداوندا تو میدانی و محشر و سیاهم یا خداوندا تو میدانی و مرگی خود شدم قایل خداوندا تو میدانی. الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا الله بخشنده تویی گرنده هم تویی ما را تو آفریدی با خواست تو به این دنیا آمده ایم بازگشتمان نیز به سوی تو می شود ما را که پزمان وصال تو هستیم محروم نگردان. آمین آمین الهی آمین. آنهایی که شربت اجل را چشیده به نزد تو آمدند از حوض رحمتت سیراب کن. ما را هم از رحمتت محروم نساز یا ربی. آمین. بخشدم ثواب ثمره تلاوت غمی فرزند را میدانم به هیچ چیز مانند نیست. این کی ساکنه؟ اینقدر بوی بد میکند. علفای دادگی هزل مدر رو جوشوندم عبدیکا. البته نشان گفتن شما رو. من شیر میخوام ساکنه اپا. مایل شمار حاضر میبیارم.
صبر کن دخترم، صبر کن. غم صبر را میپرستد. پس از آن معنایی ندارد. مرگ هنوز نشانه نیستی نیست. کی او را به ما داد دخترم؟ دهنده هم بود، گیرنده هم. و ما فقط صبری جمیل. باش ما صبری جمیل. خدا صبر دید. خداتون رو به دست گیرید. خداتون رو دست گیرید. اویش خدا. خدا صبر دید. یوسف با یوسف چی خیل میگویم سید بابا؟ من گفتم اوه یوسف جان، او دو درکت رفت یوسفا. بچه ما رفتیم. مریم اینجا میمونه. دلاتون گنده نشود. تشکر بسرم. خدا صبر دهد ویشه. من شما رو گسیل میکنم. رو از اینجا علی جنگیز، رو تو سوختی خونم را، تو کشتی مرادم را. من چی کردم؟ چه علاقه دارم توبه؟ یوسف را به گناه تهمت کردی. یوسف دستگیر نمیشد و سری مراد اینها نمی آمدن. آه علی جنگیز، کشتی تو مرا. باشه خدا. آرام شو ویشه، آرام. باشه خدا. دادا راست است. یوسف اکام را شکایت کرده. یوسف عیبدار است. مراد مرده باشد، از بی احتیاطی خودش مرد. رفتیم جیما یا به خانه رفتیم؟ من اینجا میمونم دادا. به همین هم اوچه هم در خانه نیست. شما روید. بچه بردنش راییز کرده بوده. این سهر پیش از رفتن از من بچه حلالی پرسیدی از من. حلال باشد بچه، حلال باشد، حلال باشد جانم. چی قدری که میخوایی در همینجا ایستادن گیر دخترم. مادرت رو دستگیری کن. غمی او بسیار است. خودت رو هم احتیاط کن دخترکم. رحمتو جان. عمر، تو از عمر خواطر نشو. شما کمتر آرام شوید. خلیل او رو هم می آرد. مریم تو این خیلی کنی مادرت هیچ آرام شده نمیتواند. در دستم نیست خلیل، دلم میسوزد. بسیار مشکل، بسیار تلخ، آسان نیست. خدا صبر دهد. خدا روزی باشد. کنی درو دخترم. خدا جان التماس یاریده. التجا میکنم از اینجا خلاص شوم. خدا جان.
الف دردی سر نمیشود میگفتم اما شد. همش از یک روی عبدی. خلیل عبدی را جنگ نکن، او عاشق است، دیوانه‌وار. درم بر محکم کردن الیف را اهمیت نده، پگاه رفته میکشاید. هرگز نیاچه. برآورده سر نمیدهد، بس هرمون کلین کرده میبیارد. یوسف باشد الیف که پیدا شود او هم از حبس میبراید. الیف رو چقدر درم برداشته میتوانیم؟ چی گفتن میخواید آچه؟ خلیل از الیف خلاص شدنمون لازم. حاضر مرا ناز گوش کن. هم از الیف هم از یوسف و ابدیت خلاص میشده که یک راهی هست. سوزشم التماس گشاده شد. شما چه ها میگوید آچه؟ این خیل کار را کردن؟ خلیل دیگر چاره نیست. هم یوسف هم الیف به سرمون بلا میشود. اما آچه این درخواستتان. نه نمیتوانم. خلیل میکنی دیگر راهش نیست. بخوای دادرت حب شود و یوسف در کوچه ها گردد. کنی خونی خرجانگی تو خلیل نامت گم شود. این را از من نخواهید آچه. یگان چیزی دیگر کنید. یگان راه دیگر یابید. این را به سرت انداز و در خانه شید. کاری تو نمیتوانستگی را من میکنم. فهمیدی؟ میلش میکنم آچه. گفتگیتان بری میکنم.